بسم الله الرحمن الرحیم. در آیت 11 سوره اعراف: الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، دوستان عزیز، در آیت 11 سوره اعراف رسیدیم. در قرآن شریف هایتان آیت 11 سوره اعراف بکشین. از این آیت بخیر بخش اول شروع میشه که نمونه از رسالت و خلافت آدم علیه السلام و مبارزات او در مقابل دشمنای توحید. ما شما گفتیم که اولین خلیفه در زمین الله آدم علیه السلام است و ما شما در سوره بقره خواندیم که الله متعال برای ملائکه آدم علیه السلام چه قسم معرفی کرد و به خاطر از اینکه ظرفیت علمی و دانشش ای که مثلا نظام الله در زمین الله تطبیق میشه و به علم معرفت و دانش ضرورت داره که انسان علمیت داشته باشه، اعتقاد درست داشته باشه تا ای که با علم و با ایمان نظام الله را در زمین الله تطبیق بکنه. و الله متعال آدم علیه السلام تربیت کرد و چیزهایی را برش آموختان که او را ملائکه نمیفهمیدن. بالاخره اونا همه به این اعتراف کردن که آدم علیه السلام میتونه و اولادهایش، ذریه‌اش، اینا میتونن که این خلافت الهی را در زمین الله مطابق حکم الله تطبیق بکنن. در این سوره طبعا در پالوی ازی که آدم علیه السلام من حیث خلیفه الله توسط ملائکه پذیرفته شدن و اونا با حکم الله تسلیم شدن و از اونجا مبارزات بین حق و باطل هم شروع شد و در این قسمت آدم علیه السلام نمونه از حق و از توحید و در مقابل از ابلیس قرار میگیره که بحث اول خلافت آدم علیه السلام و صفات اهل توحید بیان میشه. الله متعال میگه ولقد خلقناکم، و یقینا که ما شما را با قدرت و عظمت خود خلق کردیم. و در موضوع اعتقادی همیشه فکر ما و شما باشه که وقتی الله متعال قدرت و عظمت خود بیان میکنه ضمیر جمع را به خود استعمال میکنه. خلقنا، ضمیر جمع، ما شما را با قدرت خود و عظمت خود و جلال خود شما را خلق کردیم. و باز در جایی که الله متعال توحید بیان میکنه باز اونجا ضمیر مفرد استعمال میکنه. اذا سألك عبادی عنی، اینجا یا متکلم برای مفرد است، یا قل هو الله احد، هو ضمیر مفرد است. این مسئله است که کسایی که صرف نحو را میفهمن و این مسئله مفرد و جمع گپا در زبان ها هست، پس الله متعال لفظ جمع را بر ذات با عظمت خود در وقتی که قدرت و عظمت خود بیان میکنه استعمال میکنه. ولقد خلقناکم، الله متعال میگه که یقینا شما را خلق کردم. ثم صورناکم، باز شما را تصویر کردم. ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. این وقتی که برای ما و شما میگه خلقناکم صورناکم، چون ما اولادی آدم علیه السلام هستیم، بناهن امو اصل که آدم علیه السلام خلق شده اصل ما هم است، یعنی اصل ما هم از خاک است، ولی نسل باز توسط آب هست. یکی اصل است و یکی نسل است. اصل همه ما از خاک است. از این خاطر الله متعال میگه خلقناکم، یعنی همه شما خلق کردم. ثم صورناکم، وقتی که آدم علیه السلام تصویر کرد، ما هم اولادی آدم علیه السلام هستیم، ما را هم تصویر کرد الله متعال. به این اساس در عقیده توحیدی قرآنی انسان‌های مؤمن و موحد عقیده دارند که انسان خودش من حیث یک مخلوق خاص و برجسته به شکل اصلی توسط خالق متعال خلق شده، نه به شکلی که اندیشه های باطل دروینیزم و کسایی که به این اندیشی غلط هستند
اونا باز میگن که انسان ها یعنی چی هستن؟ تبدیل شده یا شکل تکاملی شادی هست. در این آیت قرآن الله متعال میگه ما شما را خلق کردم مستقیما، شما را تصویر کردم مستقیما. الله متعال خلق میکنه، تصویر میکنه انسان با صورت اصلی، چهره اصلیش. ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، باز با عظمت خود گفتیم برای ملائکه، چون الله متعال دارای عظمت و جلال هست و ملائکه هایی که بسیار بزرگ هستند و انسان ها در مقابل از اونها بسیار کوچک هستند. یعنی شما تصور بکنید که ملک الجبال چقدر بزرگ است که کوه میگیره و بالای یک قریه میزنه. در اصل انسان ها در مقابل ملائکه مثل مورچه در مقابل انسان، قدر انسان از نگاه جسامت در مقابل از اونها کوچک است. ولی با وجود از الله متعال برای ملائکه که بسیار بزرگ هستند، مثلا جبریل امین، میکائیل علیه السلام، جبریل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، ملک الموت و دیگه ملائکه که بسیار بزرگ هستند و قوی هستند، الله متعال بر از اینا میگه که اسجدوا لآدم، بر آدم سجده بکنین. خب سجده که هست، یکی سجده احترام است و یکی سجده عبادت است. در سجده احترام علما میگن که در شریعت های قبلی، مثلا شریعت قبلی و آدم علیه السلام و شریعت یعقوب علیه السلام و یوسف علیه السلام، در عصر از اونها سجده احترام هم وجود داشته. یعنی یک کس میتونست یک مخلوق برای مخلوق دیگه احتراما برش سجده بکنه، یکی مثلا سر خود خم بکنه. لکن در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم این سجده احترام نیست. دو سجده است، یکی سجده توحیدی هست و در مقابل سجده توحیدی سجده شرکی هست که به غیر الله میشه. این شرک است. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کرد، حتی برای من انحنا نکنین. یعنی انحنایی است که انسان یکمه که خدا خط منحنی میکنه، یکمه که سر خدا کج میکنه. از در شریعت اسلام که از شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده چی نیست دیگه، سجده احترام نیست. و در مسائل عبادات که از قیاس نمیشه که مثلا عباداتی از اینا قیاس شو با سجده ملائکه، نه خیر. این شریعت عباداتش مشخصا معلوم دار است. در عبادات قیاس نمیشه که ما مثلا بخیزیم اشراق نماز میخوایم در وقت آفتاب برآمد، بعد از برآمدن آفتاب چند دقیقه بعدش نماز اشراق میخوانیم. ولی یک کس میگه خیلی قیلوله، اینجا هم باید 2 رکعت نماز بخونیم، قیاس میکنه سر نماز اشراقی. غلط است، به خاطر از اینکه در عبادت قیاس نیست. در قیلوله به عوض نماز خواندن خواب کردن سنت است، خواب قیلوله. این حکم شریعت الله هست، این قسم حکم است. بنا در مسائل عبادات قیاس نیست که ما یک عبادت بالای عبادت دیگه قیاس بکنیم، نه خیر. هر عبادت مشخصا حکم خدا داره. این حالا در شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیغمبر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است، وقت از پیش پرسان کردن که انحنا کسی بکنه، حتی انحنا سرخم کردن نیست. این حال یک کسی برای یک مخلوق سر خود خم میکنه، پیش مجسمه ها میرن سر خود خم میکنن. بعضی رئیس جمهورات یک مملکت دیگه میره کافر میشه، پیش مجسمه لنین سر خود انحنا میکنه، خم میکنه. و اگر این نکنه باز او جانب مقابل چه قسمی ثابت کنه که من هم در لشکر طاغوت هستم، من هم کافر هستم. خب طبعا باید پیش دیگه کافرای خود بره و برای از اونا سر خود خم بکنه. مثل که مثلا همه کمونیستا وقتی که به اتحاد شوروی میرفتن، باز اونا در مقابل مجسمه لنین استاد میشدن و برای زوس انحیا میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردن، چون وقتی از پیشش پرسان کردن صحابه که اگر انسان دوست خدا میبینه، این منظورشان بود که ما خود این رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم، آیا برش انحنا بکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا. انحنی له؟ گفت لا. ایقبله؟ بوسیش بکنه؟ گفت لا. یعنی بوسیدن و انحنا کردن در جورپرسانی اسلامی نیست. چی هسته؟ در جورپرسانی اسلامی باید حتی به پیغمبر که سر خود خم نمیکنه، دست میته مصافحه میکنه و اگر سفر آمده باشه دور باشه، باز اون معانقه در بغل گرفتن هست بین مردها و محارم. اینال ای چی هست؟ اینجا الله متعال میگه ما خلق کردیم انسان، تصویرش کردیم. باز برای ملائکه گفتیم که شما سجده احترام بکنین برای آدم علیه السلام. چرا آل آدم علیه السلام
خلقتش هم معلوم شد، حال ظرفیت علمی و ظرفیتی که میتونه که خلیفه در زمین الله باشه، خلافت اسلامی رو در زمین الله تطبیق بکنه. این ظرفیت کی داره؟ آدم علیه السلام و اولادش داشتن، به شرطی که ایمان باشه و تقوا باشه و فهم باشه و بر آدم علیه السلام علم الله متعال برش. اینا وقتی که حکم شد، بنده ها مکلفیت دارن که به حکم الله تسلیم شد و فسجدوا، اینجا اینا سجده کردن الا ابلیس سجده نکرد. خب آل ابلیس تکبر میکنه یا تعصب میکنه یا حسادت میکنه، همه اینا صفات شیطانی هست که در وجود یک کس میباشه و این تکبر و تعصب و حسادت که پسان بیان میشه عوامل بسیار خطرناک، یعنی امراض خطرناک فکری و اعتقادی هست. ما شما تفسیر فکری و اعتقادی میخوانیم که فکر خود جور بکنیم و عقیده خود جور بکنیم. بنابراین این سه مرض خطرناک است، یکی تکبر است و یکی تعصب است و یکی هم حسادت است. این سه مرض فکری هست که بسیاری وقتا انسان منحرف میسازه و همینجا است که فسجدوا الا ابلیس، اونا ملائکه سجده کرد، لکن ابلیس همین صفات داشت، تکبر داشت، حسادت داشت و تعصب داشت. تکبرش که ما چطور برای آدم احترام بکنه، تعصبشی که مثلا ما از خاک پیدا شدیم و ما از آتش پیدا شدیم و ای از خاک پیدا شدن، بلان تعصبات است. مثلا قوم پرستا مثلا به حساب زبان تعصب میکنن، بعضی تعصب رنگ میکنن، مثلا سفید پوست است و سیاه پوست است، و بعضی به حساب زبان تعصب میکنن. این کلش از مرضهای فکری است که در رأس از این امراض فکری ابلیس یا شیطان قرار داره. بنابراین ابلیس حسادت خدا و دشمنی خدا و در اینجا هست که مبارزه حق با باطل شروع میشه. آل حق، سمبول حق آدم علیه السلام و سمبول باطل ابلیس است. این آغاز میشه و آغاز مبارزات ایدئولوژیک، مبارزات فکری و مبارزات ایمانی و اعتقادی هست. شروع میشه از اینجا که ابلیس دشمنی خدا اعلان میکنه و کفر خدا اعلان میکنه. لم یکن من الساجدین از جمله سجده کننده ها نبود. خب اینال برتریت دادن خود از دیدگاه فکری یک مرض خطرناک فکری است که انسان به هلاکت میکشونه. الله متعال و این صفت ابلیس داشت. الله متعال ابلیس نشان میده، صفاتش نشان میده. ما شما گفتیم که مثلا در قرآن عظیم الشان وقتی که الله معرفی میشه، مثلا ذات الله و صفات الله و عبادت و احکام الله و حقوق توحید و اقسام توحید و لوازم توحید، باز مقابل از این مثلا الله متعال مثلا اهل توحید بیان میکنه با 5 صفتشان و اهل دشمنای توحید با صفاتشان بیان میکنه. اینال در این قسمت که اهل توحید و دشمنای توحید دو صف، دو گروه متضاد در مقابل هم قرار میگیره، الله متعال صفات هر کدام بیان میکنه که مثلا دشمنای توحید کدام مردم هستن. این معرفی کرد که یکی از خطرناکترین دشمنای توحید معرفیش کرد که ابلیس است، موقفش معلوم شد. آل صفات زیر بیان میکنه، قصهش بیان میکنه، نتیجهش بیان میکنه در دنیا و در آخرت. قال ما منعک ان لا تسجد. الله متعال به اساس رحمت خود و با خاطر از اینکه ما فکر ما و عقیده ما جور شود، الله متعال اینا را معرفی میکنه و بر ما و شما بیان میکنه، از پیش پرسان میکنه. و این الله متعال عالم الغیب است. قرآن عظیم الشان یک چیز فکرتان باشه که هیچ وقت استفهام از جانب الله وقتی که میشه استفهام اصلی نیست، یعنی سوالی اصلی نیست. استفهام چی میگن؟ سوال کردن در زبان عربی. اینو همین استفهام طلب فهم یا استفهام یا سوالیه در قرآن عظیم الشان وقتی که الله متعال میکنه یه اصلی نیست که الله متعال از یک کس استفهام بکنه، به خاطر از اینکه استفهام یا پرسش یا سوال وقتی میشه که کسی سوال میکنه استفهام حقیقی را که او یک چیز رو نمیفهمه، اما یکی او استفهام توبیخی هست، یعنی به خاطر از اینکه یک کسی رو توبیخ میکنه، سرزنش میکنه. مثلا شما یک کسی رو در مسجد میبینید خنده میکنه، برش میگه که در مسجد خنده میکنه، شما سوال کردین، سوال نمیکنین بلکه توبیخش میکنین به شکل سوال. یک اسلوب از اسالیب قرآنی هست. الله متعال
از شیطان یک استفهام انکاری هست، یک استفهام توبیخی. متوجه هستین که عمل یک کسی را انکار میکنه، یعنی کار بد کردی، تضحک فی المسجد، در مسجد خنده میکنی، این استفهام انکاری هست. و یا یک کسی مثلا یک گناه میکنه، برش میگه که با این کلانی که این گناه را میکنی، از بزرگیت نمیشه، جنگ میکنی. این حال اینجا این استفهام چی میگن؟ توبیخی میگن. حال الله متعال استفهام انکاری و توبیخی برای ابلیس میکنن. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، برش میگه چی مانع شد که سجده نکردی وقتی که من تو را امر کردم؟ امر ما بود، چرا اطاعت از امر من نکردی؟ ابلیس سرزنش میشه و ابلیس توبیخ میشه. ولی ابلیس شرم نداره، با عوض از که چی کنه انسان دشمن توحید به حیا می باشه. الحیاء من الایمان، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که حیا از ایمان است. وقتی که مخلوق با حیا توبیخ میشه و سرزنش میشه، فوراً متوجه از اشتباه خود میشه و برمیگرده. لکن مخلوقاتی که شیطان صفت هستند، خود ابلیس، ای باز در پالوی ازی که توبیخ میشه و سرزنش میشه، او استدلال کرده میره و دلایل دیگی غلط خود پیش میکنه. قال انا خیر منه. میبینین تعصب دیدین؟ انانیت از امی کلمه انا گرفته شده است. از دیدگاه فکری اعتقادی اسلامی، انانیت یکی از صفات شیطان هست که از امیجا شروع میشه، انا خیر منه. اینال قوم پرستا، یکی از علت کفر قوم پرستا انانیت است که اینا همیشه از انا میگه که من بهتر هستم. پشتوی قوم پرست میگه من بهتر هستم، تاجیک قوم پرست میگه من بهتر هستم، عرب قوم پرست میگه من بهتر هستم، ازبک قوم پرست میگه من، ترک قوم پرست میگه من. اما گپ در اینجا هست که رهبر تمام از این قوم پرستا و کسایی که انانیت و تکبر و خودخواهی و تعصب دارن، رهبرشان ابلیس است. میدونید مسائل فکری اساسی اعتقادی است که در آیات قرآن برای ما و شما ما میخوایم که فکر خود از قرآن جور بکنیم. الله متعال میگه که شیطان انانیت کرد. انانیت چی معنی؟ خودخواهی کرد و خود برتریت. گفت انا خیر منه، من بهتر هستم از اون. تو چی کردی؟ تو یک بنده تو هستی، یک بنده هو است، یک مخلوق هو است، یک مخلوق هو است. چی برتریت تو داری؟ آله علت برتریت خدا میگه که خلقتنی من نار و خلقته من طین. یا الله تو مرا خلق کردی از آتش و او را خلق کردی از گل. متوجه هستین؟ اینجا سیکنن شیطان یا ابلیس به این ربوبیت الله تسلیم است. میگه که یا الله تو خلق کننده هستی، من خلق کردی از آتش. میبینید شیطان به این عقیده هست که الله خالقش است، لکن مشکل در چی داره؟ در الوهیت داره، عبادت قبول نمیکنه. وقتی که الله برش حکم میکنه که اینی کارو بکن، اینو نمیکنه. پس بسیاری وقتا مشرکین و کافرین مشکلشان چی است که بسیاری از مشرکین به ربوبیت الله تسلیم میباشن و الله اله الا الله مسئله ربوبیت نمیگه، الوهیت میگه که معبود به حق نیست. چرا؟ معبود و طاغوت رهبر خود گرفتن، از طاغوت اطاعت کردن یا معبودان باطل عبادت کردن، این مشکل در الوهیت است. ابلیس به خلق کردنش که یعنی مخلوق است قناعت داره و میگه که خلقتنی من نار و خلقته من طین. پس اینال اینجا آتش و گل پیش الله چی ارزش داره؟ دوش مخلوق است. یکی را از خاک خلق میکنه، یکی را از آتش خلق میکنه، یکی را از نور خلق میکنه. ولی اینجا مشکل چی میشه؟ مشکل از تعصب و تکبر و حسادت از طرف ابلیس اینجا مطرح میشه که ابلیس در اینجا میایه و تکبر خود در اینجا بیان میکنه و تعصب خود بیان میکنه و خودپرستی و انانیت خود بیان میکنه که من بهتر هستم. چی برتریت داری؟ مثل که سفید پوستا تعصب میکنه. خب سفید پوست هستی، الله میتونه سر سیاه پوست خلق بکنه، کار الله هست. تو چی؟ یعنی کمال تو دیگه چی هست؟ یا مثلا اگر فرض زبان خودم میگه من در فلانی زبان هستم، خب هم الله تو اختیار کرده در خانه یک هست. اگه تو مثلا در خانه جانم مقابل پیدا میشید، خب تو کم بودی؟
حالا اگه من در تاجیکستان پیدا میشدم، خب مادرم هم تاجیک می بود، پدرم هم تاجیک می بود، چی مشکل داشت؟ یک تاجیک مسلمان مؤمن می بودم. اگر در افغانستان پیدا شدیم چی مشکل است؟ اگر در عرب پیدا می شدم، مادر و پدرم عرب می بودن، خب اگر من عرب می بودم یا پشتون می بودم یا تاجیک می بودم یا ازبک می بودم، خب این کلش مربوط به ربوبیت الله هست که الله خلق کرده و ما تسلیم از این هستیم. این حال اینجا نشان میده که ابلیس رهبر قوم پرستا و زبان پرستا و کسایی که تعصبات قومی و زبانی میکنن، اینا بفهمن که رهبرشان ابلیس است و یگانه کسی که مشکل ایجاد کرده ابلیس است. خب استدلال میکنه که من از کده بهتر هستم، من چطور بخیزم؟ خب این فکر نکرد که از تو که از آتش پیدا شدی، از تو که ملائکه که از نور پیدا شدن، اونا چرا تواضع کردن؟ اونا چرا به حکم الله تسلیم شدن؟ یعنی فکرتان باشه که انسان‌های خوب همیشه خود امرای خوبها مقایسه میکنه و انسان‌های زشت همیشه از نقاط منفی خود مقایسه میکنه. خب آدم از خاک پیدا شد، تو از آتش پیدا شدی و ملائکه از نور پیدا شدن، ملائکه سجده کردن، تو چرا نکردی؟ پس این عیب است که بسیاری کسا متوجه ازی نمی باشن. خب وقتی این استدلال کرد و در مقابل الله این اعتراض پیش کرد، الله متعال نتیجه دشمنیش با توحید و نتیجه انکار الله متعال برش در دنیا نشان داد، گفت که قال فهبط منها، پایین برو. این مقامی که تو فعلا اینجا هستی و امکانات در بین ملائکه و این ارزش و این مقامی را که تو اینجا خود بالا کردی و ما بر تو فرصت دادیم، ارزش زیر نداری. تو حالا پس شدی، ذلیل شدی، فهبط، با این برو منها، فما یکون لك ان تتکبر فیها، بر تو شایسته نیست که تکبر بکنی در اینجا در جنت الله و در بین مخلوقات بلند رتبه. فخرج، بیرون شو، انک من الصاغرین، تو از جمله مخلوقات صغیر و بسیار پست هستی. پس ابلیس با اینمی کار خود از مقام بلند خود افتاد و اینجا انسان باید فکراً درس بگیره که گناه و نافرمانی الله انسان از مقام عالی پایین میبرده. هر قدر گناه زیاد میشه، مقام انسان، منزلت انسان، رتبه انسان پایین شده میره و به هر قدر انسان متواضع میباشه و مطابق حکم الله تسلیم میشه به حکم الله و از تعصب و تکبر و از افکار شیطانی و ابلیسی هر قدر خود دور میسازه، به ما اندازه مقام منزلتش بلند میشه. پس اینجا شیطان اینی یک نقص اولی در نتیجهش در دنیا پیدا کرد. خب حال ابلیس، حالا خب همیشه کسایی که طرفدار باطل هستن اونا آرام نمیشینن. اینجا الله متعال ما شما را میگه شما متوجه باشین که باطل هیچ وقت آرام نمیشینه. یعنی اگر تو جنگ نکنی، بعضی انسان‌های بی ایمان بی دین، ما جنگ نمیکنیم از جهاد و از جنگ از این خسته شدیم. جهاد تا روز قیامت است و جنگ بین حق و باطل تا روز قیامت است و اگر تو قرار بشینی در بین خانه‌ات و خود بسیار ذلیل بسازی و رذیل بسازی و بی دین بسازی، جانم مقابل باطل تو را آرام نمیمانه، اما خانه‌ات اونجا ذلیل میسازی و لغتت میکنه. از این خاطر ای سمبول باطل ابلیس است. چی میخواه؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، فرصت طلبی میکنه که برش فرصت داده شوه و باطل خود و مبارزات باطل خود ادامه بده. وقتی که ای طلب میکنه، گفت ابلیس که انظرنی برای فرصت بده یا الله الی یوم یبعثون، تا روز بعث. طلب کرد. قال انک من المنظرین، الله متعال برش گفت که تو از جمله کسایی هستی که برات مهلت داده شده است. یعنی در تقدیر تو همی رفته، قضا و قدر تو نمی قسم ما کردیم که تو فرصت داری به خاطر ازی که این انسان ها در امتحان هستن. وقت خلقنا، الله متعال میگه تبارک الذی بیده الملک و علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. همین زندگی و مرگ برای امتحان هست. پس این انسان ها برای امتحان هستن. آلزی به این انسان وقتی که امتحان است، برای امتحان است، یکی از اسباب
امتحان چی است که باید تضاد در مقابل ازی باشه، چون حق است در مقابلش باطل باشه که باز اونجا معلوم شود که کی طرفدار حق است کی طرفدار باطل هست. یعنی اگه ترازو یک پله داشته باشه نمیتونه که مثلا، اما وقتی که دو ترازو هست اونجا حق و کدامش ای وزن با ای وزن فهمیده میشه، گرنگ است کدامش گرنگ است، درجه داشته باشه معلوم میشه که اینی چی است. این حال اینجا برازی فرصت هست که بر تو فرصت داده شده چرا مبارزات حق و باطل باید در دنیا باشه تا اهل حق و اهل باطل با هم تفکیک شوند، معلوم شوند. آل ابلیس برنامه خود بیان میکنه، چون اهل باطل برنامه دارن، پروژه دارن، سیستم دارن و او رو بیان میکنه و این برنامه از او به اساس چی است؟ برنامهش هم به اساس حسادت و تکبر و تعصب است، نه برنامه برای مثل که انسان های ما و شما مسلمان ها برنامه داره برای ایمان، برای تقوا، برای زندگی خوب، آبادی زمین، اقتصاد، تطبیق شریعت الله، آرامش مخلوقات، دفاع از مستضعفین. این برنامه های اسلامی است، لکن ابلیس و باطل پرستا برنامه های خطرناک دارن و این برنامه هایشان همیشه در مقابل با چی می باشه؟ با همین تعصب و تکبر و با این قوم پرستا همیشه برنامه هایشان به خاطر چی است؟ به خاطر قوم و قوم پرستی هست. یعنی مثلا یک منطقه رو میخوان که 100 توته بکنه، به خاطر چی؟ که مثلا به حساب قوم پرستی. اما یک مسلمان کس از نمیخواد که مثلا از این جغرافیایی که حدود جغرافی که انگلیس ترسیم کرده تسلیم ازی باشه، بلکه میگن ما خلیفه الله در زمین الله هستیم، ما باید در زمین الله حکم الله را تطبیق بکنیم، نه که مثلا مثل انسان های بی فکر و بی اندیشه که در یک منطقه خاص و باز منطقه را میخوان توته بکنن، پارچه پارچه و امو اندیشه های تعصبی خودم میخواد در امو یک جایی که خوردم اگه باشه میگه مثلا کفر خودم چه تطبیق بکنم. به هر صورت اینجا آل ابلیس میگه قال فبما اغویتنی، میگه ابلیس میگه به سبب ازی که تو مرا گمراه کردی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. آل صراط مستقیم است، راه راست الله متعال نشان میده و ابلیس میفهمه که الله متعال آدم علم داد، دانش داد و چیزای را فهمان، ظرفیتی که حیث خلیفه الله در زمین الله باشه، این ظرفیتی که برای این آدم داده که میتونه احکام الله را در زمین الله تطبیق بکنه. حال اینجا ابلیس برنامه خودم میگه که من چی میکنم وقتی که اهل حق به طرف حق حرکت میکنه، در حرکت است، من باطل در مقابل از استاد میشم. لاقعدن، نه میگه من میشینم لهم بر زمین انسان ها صراطک المستقیم در مقابل راه راست. یعنی همیشه کار شیطانی است که انسان مانع شود از راه مستقیم. پس وقتی که مانع شد انسان یا این طرف یا این طرف، ما شما خواهیم که اگر از خط مستقیم که از منحرف بشه این طرف هم میره در اصل یک راه شیطان شده، این طرف هم اگر کمونیست هم شوی پیرو شیطان هستی، اگر قوم پرست هم شوی پیرو شیطان هستی، اگر سوسیالیست هم شوی پیرو شیطان هستی، اگر دموکرات شوی هم پیرو شیطان هستی. به هر جایی که اگر ماتریالیست هم شوی پیرو شیطان هستی، اگر ایدئالیست هم شوی پیرو شیطان هستی، چون این کلش راه های شیطانی است، راه مستقیم آل شیطان میگه که ما لاقعدن لهم صراطک المستقیم. خب و روش های مکارانه خود ابلیس چی میکنه؟ بیان میکنه. ششمین نقطه که اینجا گفتم میشه روش های مکرانه دشمنی حق است. مثلا دشمنای حق آل کدام روش ها را پیش میگیرن؟ روش هایی که روش مکر است. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، میگه از روبرویشان میایم تا مانع حق شون و من خلفهم، از پشت سر که عمله های شیطان است، پیش روی هم حمله میکنه، از پشت سر هم شیطان میکنه و عن ایمانهم، از راستشان سرشان حمله میکنه و عن شمائلهم، از چپ سرشان حمله میکنم ولا تجد اکثرهم شاکرین. یا الله اکثریت از اونها باز شکرگزار نمیافی. یعنی شیطان میگه من 24 ساعت در کار هستم و از هر 4 طرف سرش حمله میکنم، از پیش روی هم مانعش میشم، از پشت سر، از این پلو تا که این انسان منحرف شد. از این خاطر است که افکار زیاد خطرناک از هر طرف حملات است بالای مسلمان ها و باز اکثریت از اونها شکرگزار نمی باشن. خب انسانی که مثلا
حق درست نفهمید، بازی تسلیم حکم الله و شکر الله نمیشه و حق قبول نمیکنه. خب هفتمی، نتیجه دشمنی توحید در آخرت چی است؟ الله متعال برش میگه قال اخرج منها مذموما مدحورا. الله متعال برش میگه که تو ابلیس از بین ملائکه خارج شو در حالی که ذلیل هستی و مدحور است، یعنی ملعون هستی، لعنت شدی، تو طرد هستی. و چون الله رب العالمین است و غنی هست از عالمیان، الله هم برش میگه که ما به اساس قدرت و عظمت خود لمن تبعک، هر کسی که مطابقت از تو ابلیس کرد، منهم از این انسان ها، یعنی الله متعال میگه که من برای اینا را خلق کردم و مقام خلافت زمینه برشان دادم و برشان پیغمبر روان میکنم و برشان کتاب روان میکنم و وسایل هدایت کلش بر از اینا روان میکنم. باز هم اگر از این انسان ها کسی مطابقت از تو بکنه، صدها چراغ دارد و بیراه همه رود، بگذار تا که افتاد و بیند سزای خیش. اینجا وقتی که الله متعال صدها چراغ بر انسان داده به خاطر هدایت و راهنمایی، هر آیت قرآن یک چراغ روشن است برای یک انسان مؤمن، از او درس میگیره برای زندگی خود، فکر خود و عقیده خود و ایمان خود و اعمال خود جور میکنه. هر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل یک چراغ روشن است که انسان به طرف هدایت راهنمایی میکنه و راه را روشن میسازه. پس با وجود از این چراغ ها و با وجود از این هدایت ها، باز هم یک کسی از این انسان ها میخیزن و پیروی تو شیطان میکنن. الله متعال میگه لمن، هر کسی که تبعک، پیروی از تو کرد، منهم از این انسان ها، لاملأن جهنم منکم اجمعین. باز ما حتما سکن لام هست و نون سه توکید است، حتما پر میکنم جهنم منکم، از شما لشکر شیطان و پیروای شیطان، فرعون و جند فرعون، طاغوت و لشکر طاغوت، ما پر میکنم دوزخ از تمامی شما. پس او پلان تو و این هم پلان الله متعال. تو این قسم برنامه داری، الله متعال میگه من هم برنامه من با قدرت و عظمت این قسم است، من هدایت میکنم، تو گمراه میخوای بکنی. ولی این انسان ها را که برشان اختیار دادیم، علم دادیم، پیغمبر دادیم، کتاب دادیم، عقل دادیم، حس دادیم، با وجود همه بازم میان در صف تو قرار میگیرن، به باطل میرن. باز پیش ما امی هست که خودت هم را پیروای داتش دوزخ میکنی. اما برای اهل توحید الله متعال عزت میده. این نقطه مسئله عزت است، عزتی که الله متعال برای انسان ها میده و این عزتی که برای بنی آدم الله متعال میده، باز پالوی از عزت امتحانات است. همیشه انسان در هر حالت، اگر علم داشتی هم در امتحان هستی، اگر جاهل بودی هم در امتحان هستی، اگر مالدار بودی هم در امتحان هستی، اگر فقیر بودی هم در امتحان هستی، اگر چهره زیبا داشتی هم در امتحان هستی، اگر چهره خراب داشتی هم در امتحان هستی، اگر جوان هستی هم در امتحان هستی، اگر پیر هستی هم در امتحان هستی. انسان در هر لحظه در امتحانات است. عزت الله میده، قرآن عزت است، ایمان عزت است، پیغمبر شناسی عزت است، توحید عزت است، ولی در پالوش امتحانات هم است. و یا آدم، ای آدم علیه السلام، اسکن انت و زوجک الجنه. آل ابلیس رانده شد، ابلیس ذلیل شد، ابلیس کشیده شد از صف ملائکه، ابلیس از تمام خوبی ها دور شد به خاطر تعصب و تکبر و حسادت خود. سه مرض فکری خطرناک ابلیس شکست داد، تکبر کرد، تعصب کرد و حسادت کرد. حال شما مقام بلند دارین، بفرمایین در جنت، انت شما خودت و زوجک و همسرت که بی حوا علیه السلام است، شما برین به جنت و در اینجا راحت باشین. حالا در حقیقت جنت یک پوانتون است، یک دانشگاه است، یک مدرسه هست برای آدم و حوا علیهم السلام. چرا در وقت دیگه پوانتون نیست. حال آدم علیه السلام به تربیه بیشتر، به تمرینات بیشتر، به فهم بیشتر هنوز نیاز داره. چرا؟
علوم را یاد گرفت که میتونه نظام خلافت الله را در زمین الله تطبیق بکنه. لکن چالش هایی که از طرف اهل باطل و دشمنای توحید پیدا میشه، ایره هم باید آدم علیه السلام تجربه کنه و بفهمه، تا که وقتی خلافت الله را در زمین الله تطبیق میکنی باید بفهمی که دشمنای توحید آرام نمیشینه و همیشه بالای تو فیر کرده میره به شکل از اشکال، میخواد که اعمال تو را غلط معرفی بکنه، میخواد که موقف تو را غلط معرفی بکنه، میخواد که تو را از امو مقام عالی پایین بپرته. پس اینجا آدم علیه السلام به تربیه بیشتر نیاز داره که در جنت هنوز برش فامانده شوه، ببینه که چی گپ های دیگه هست. خب آدم علیه السلام سکونت میکنه به همراه خانمش در جنت. فکلا من حیث شئتما. الله متعال میگه در این جنت، ببینید جنت است، نعمت های بسیار زیاد است، نعمت های بسیار زیاد است، به هزاران قسم میوه و خوراک و همه چیز هست. لکن ببینید با وجود از اینکه شما در امت مقام هستین و همین امکانات دارین، امتحان فراموش نکنین. درس اول ولا تقرب هذه الشجره. خب 1000 میوه هست، از 999 میلیون میوه هست، از 9,90,999 بخون، از یک قسمش نخون. خب چرا؟ امتحان است. انسان در هر لحظه در امتحان است، به یک شکل از اشکال هر کس مطابقش الله متعال مطابق ظرفیتش از پیشش امتحان میگیره. ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمین. پس اینجا آدم علیه السلام در داخل پوانتون هست در جنت. در پوانتون دیگه طبعا امتحان میباشه، در پوانتون حتما امتحان است. این جنتی که برای آدم علیه السلام من حیث پوانتون است، اما اون جنتی که باز من حیث نتیجه بعد از مرگ برای انسان، بعد از حساب و کتاب همه چیز داده میشه، باز او امتحانات نیست دیگه، اونجا باز ختم است، اونجا کلش نعمات است. اما حال آدم علیه السلام در مرحله امتحانات است. حالا اینجا آدم علیه السلام در مرحله تدریب است، تمرین است، امتحان است. و برشالله متعال میگه که این امتحان اولی هست که به این درخت نزدیک نشی فتکون من الظالمین، باز شما از ظالمان میشید. این ما از نگاه فکری سر امتحان بحث میکنیم. بعضی کسا هست باز چون موضوع فکری پیشش نیست، سر نوعیت درخت بازی که میخیزه از اسرائیلیات و از کتابا و از این چیزا که این گندم بود یا یارد بود یا این سیب بود یا این ناک بود یا این بودی، سر از این 2 ساعت بحث میکنن. اما الله متعال درخت نگرفت، از این یک درخت نخو، از این یک میوه نخو. خب مقصد امتحان است برای آدم علیه السلام. حالا ما کور مثلا چی بود؟ برای ما مهمی است که ما هم متوجه امتحانات باشیم که در هر لحظه زندگی ما امتحان میشیم. فکر مادهی راستا باشد، نه فکر مادهی که مثلا چیزی به ما ارتباط نداره. خب فهمیدیم یا نفهمیدیم، اگر گندم بود برای ما چی تاثیر داره، یا اگر کدام میوه دیگه بود، یا کدام میوه بود، یا ناک بود، یا سیب بود، یا نبات بود، یا کدام از میوه بود، از درخت بود. شجره فتکون من الظالمین. باز اینجا الله متعال باش میگه که به این درخت نشین که امتحان است. در خیلی از باز شما از جمله کسایی میشید که خودتان سر خود ظلم کردید. ظلم چی معنی؟ ظلم گذاشتن حق فی غیر موضعه. ظلم چی هست؟ که یک چیز در غیر جایش بانی. یعنی الله میگه در این کار بکن، تو این کار نمیکنی، در ظالم داخل میشی، در ظلم انسان داخل میشی. اگر پول یک کسی مثلا الله برات میگه این پول حق فلانی نفر است، تو پول میگیری در جیب خود میمانی، اینجا چی کردی؟ یک چیز در غیر محلش ماندی، برات تو ظالم شدی. پس اینجا فتکون من الظالمین، شما از جمله ظالمان میشی. خب آل برنامه جدید ابلیس شروع میشه. آل ابلیس میتونه با زور، با قوت، آدم علیه السلام جوان هست، با قوت است، با علم است، با دانش است، در جنت است،
میوه های مختلف میخوره. و ابلیس هم شناخت که ابلیس ملعون شد و طرد شد و کافر است و بیدین است. خب آل ابلیس چی باید بکنه که آدم علیه السلام بلغزانه، بیبی حوا را بلغزانه، اینا رو لغزش برده. اینجا شروع میشه برنامه جدید ابلیس که اهل باطل همیشه جنگ فکری میکنه. اولین نمونه جنگ فکری ابلیس است. و شما در هر عصر که ببینید که ابلیس ها جنگ فکری میکنن، ابلیس و پیروای جنگ فکری میکنن و میخواین که به شکل دوست. جنگ فکری چی هست؟ جنگ فکری یعنی جنگ هست که دشمن در لباس دوست میه. این خلاصه تعریف جنگ فکری هست. جنگ فکری جنگ ایدئولوژیک است. در جنگ عادی است دشمن با سلاح، طیاره، راکت، توپ میه، تو هم میبینیشه و هم حمله میکنه، تو هم حمله میکنی. میفهمی که دشمن از یک طریق میه، تو برش را پیدا میکنی، سرش از طریق دیگه حمله میکنی. در جنگ فکری دشمن با سلاح و مهمات نمیه، به شکل یک مربی میه، به شکل یک مهربان میه، به شکل یک دکتر میه، به شکل یک انجینیر میه، به شکل یک مؤسسه خیریه میه، به شکل یک کمک میه. اما اصلا دشمن است. دشمن است به این شکل میخواه که چی کنه؟ انسان رو گمراه بسازه. حالا ببینید قرآن عظیم شان چه قسم فکر ما و شما رو جور میکنن. جنگ فکری چیز برای ما معرفی میکنن. جنگ فکری ابلیسه. فوسوس لهم الشیطان، دیگه آمد شیطان وسوسه کرد. وسوسه چی است؟ که در گوش تاستا یک کسی گپ زده میره. مثل که ما و شما بسیاری وقتا در رسانه ها میبینیم که در این رسانه آستا برای جوان ها، برای انسان ها هم تو وسوسه کرده میرن که اسلام که است، در اسلام جنگ نیست، جنگ خشونت است، پیغمبر خشن نبود، پیغمبر، در حالی که کل قرآن که از اول تا آخر میخوانیم و سیرت که میخوانیم، سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم غزوات است، جهاد است، مبارزه با دشمن چی فکری هست، چی مسلح هست ادامه داره. لکن این ابلیس چی میکنه؟ آیسته آیسته وسوسه کرده میره. از این خاطر کسایی که قرآن درست نمیفهمه تحت تاثیر وسوسه های شیطان وسوسه میکنه. شیطان وسوسه میکنه. اگر کافر کشت، اگر کافر مور کشت، دکتر کشت، انجینیر کشت، دیقان کشت، سور کشت، اطفال ما را کشت، زنای ما را کشت، هیچ خیر است. اما اگر مسلمان خیست کافره، در مرکزش، در جایش کافره که زنش مثلا مسلح است، پیلوتا زنا داره، زنا پیلوتایشون هستن و دیقانایش کسایی هستن که در انتخابات اشتراک میکنن و در ریاست جمهوری و در وزارت دفاع نقش دارن که میخیزه و رأی میده که اینی باشه، اما خطرناکترین ظالم انتخاب میکنن. این حال اگر مسلمان خیست در مقابل از یک کافره که زنش مسلح است و دیقانش هم مسلح است و کل از اینا در سیاست و در نظام با هم یک جای هستن، اگر زنایش به مسلمان ها را بمبارد میکنه و پیلوتا میان مثلا نشان میده و سلاح دارن و مهمات دارن، کلش مسلح است از الف تا به یا. که شما مثلا صهیونیستا رو میبینید که کلش از دیقانش، از دکترش، از انجینیرش، حتی طفلایش که سعی کنید 10 ساله و 12 ساله و 14 ساله، کل از اینا سلاح گرفتن در مقابل مسلمان ها می جنگن و به شکلی از یا از نگاه فکری یا از نگاه قولی یا از نگاه اداری به ضد مسلمان ها کار میکنن. صهیونیستای اسرائیل این کارا میکنن، روس ها مثلا در روسیه این کارا میکنن، امریکا در امریکا. کلی از اینا مثلا وقتی که نظام شما سایل کنین، هیچ کس از اینا که هستن، همه از اینا در همین جنایت شریک هستن. پس اینجا هست که انسانی که باز فکر نداشته باشه، اندیشه نداشته باشه، دشمن نشناسه، با این شکل تحت تاثیر تبلیغات دشمن میره
و بسیاری وقتا یک نفر ببینه که خودش بسیار دینداری ادعا میکنه، سقوط میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه انسان باید دشمن رو بشناسه، وسایل دشمن رو بشناسه، زندگی دشمن رو بسازه، سیستم دشمن رو بشناسه که دشمن چی سیستم دارن. آیا زن کافر مثل یک زن مسلمان هست؟ زنای مسلمان مثلا زنای بیچاره در منطقه اطراف و در جای کار میکنه، اما آیا این زن کافری که مثلا امروز در وزارت دفاع کار میکنه، در بسیاری جای مثلا شما سکن نماینده امریکا یک زن از ملل متحد که تابال 30 و چند هزار انسان اونجا توسط صهیونیست‌ها کشته شده و این زن میخیزه دست خود بالا میکنه و ویتو میکنه و اجازه نمیده، حتی به طاغوتای خود اجازه نمیده که حداقل یک لقمه نان بر از اونا اجازه داخل شدنش باشه. پس کلام طاغوت کی از زن است. آیا این زن حکمش در اصلاح این است که این زن اما قرار سرش سایل شوه، یا زنهایی که مثلا پیلوتا هستن، یا زنهایی که در انتخابات اشتراک میکنن، یا دیقانایی که مثلا در انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات در شورای پارلمانی اکثرا نیست. کمونستای ما در افغانستان اکثرش همین کارگر و دیقان بودن، حزب بلشویک ها، حزب کمونیستی، چی پس کلش از طبقه کارگر و طبقه دیقان از اینا می آمدن و مسلمان ها را کشته میرفتن تا قدرت سیاسی را به دست بگیرن. پس اینجا ضرورت است که انسان این جنگ فکری را بشناسه و بفهمه و مطابق از او آیات و احادیث به شکل تفسیر بکنه که با فهم درست وقت. آیا سیستم امروزه با سیستم 10 سال پیش یک قسم است؟ آیا زنهای حال مثل 100 سال پیش یک قسم هست؟ آیا خانم هایی که پیلوت هستن، عسکر هستن، صاحب منصب هستن، جنرال هستن، وزیرا هستن، در کابینه و در پارلمان هستن، حکم از اینا مثل زنهای عادی که در قریه شیشته و در اونجا است، حکم از او از یک چیز است؟ انسان باید در این نقاط سر ازی بحث بکنه و ببینه. چشم دارم تلفن خود باز بکنه یک ببینه که مثلا سیستم مثلا در وزارت جنگ امریکا، در وزارت جنگ انگلیس و در وزارت جنگ صهیونیستان چقدر خانم و دختر هستن که اینجا مسلح هستن و در مقابل می جنگن، حتی خطرناکتر از مردها هستن. اینجا هست که در جنگ فکری دشمنان اسلام الله متعال میگه که فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما. اینجا ابلیس چی میکنه؟ ابلیس میخواه که در اینجا چی بکنه؟ در اینجا اینا را در وسوسه پرته. چه قسم در وسوسه میپرته؟ جنگ فکری هست دیگه. جنگ فکری هست و در جنگ فکری از طریق وسوسه که در از اینا مثل که ما شما میگیم آهسته آهسته سخنهای بسیار شیرین به شکل مکارانه چی میکنه؟ این سخنهای شیرین مکارانه میگه بر از اینا میگه که تا چی بکنه؟ هدفش چی هست؟ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما. اینجا الله متعال میگه که پس اینجا شیطان وسوسه کرد بر از اینا تا که آشکار بسازه بر از اینا آن چیزی که پوشیده است من سوآتهما است شرمگاه هایشان. آدم علیه السلام بسیار لباس خوب داره، بی حوا بسیار لباس خوب داره، لباسی که عورت از اینا را و بدن از اینا کلش پوشانده. شیطان اولین برنامه‌اش از برهنگی هست. پس اولین دسیسه شیطان که توسط جنگ فکری میشه بی‌لباسی هست. از این خاطر طاغوت‌های بسیار خطرناک هستن، زیاد دشمن چی هستن؟ حجاب هستن، دشمن لباس هستن. چه قسم ما از لباس از جسم از اینا لباسشون رو دور بسازیم. ببین قرآن فکر جور میکنه. ابلیس اولین جنگ فکریش که شروع شد که آدم و حوا برهنه شوند و شرمگاهشان معلوم شوند. ببین آیت قرآن بر ما شما چه قسم بیان میکنه. خب چی هدف داره؟ هدفش است که اینا برهنه شوند. همون عزت که انسانی که مثلا خانمی که با حجاب است، همون عزت که خانم با حجاب داره، تواقیت میخواین
و از طریق جنگ فکری لباس کالای چادر سیاه چی هست؟ چادر سیاه را نپوشین، ایمان در قلب است. ایمان در قلب است. تو قرآن خوانده که ایمان در قلب است، ولی ایمان در قلب هم است، ایمان در بدن هم است. ما مثلا عبادات قلبی داریم علیحده داریم، عبادات فکری علیحده داریم، عبادات بدنی علیحده داریم، عبادات زبانی علیحده داریم، عبادات مالی علیحده داریم، عبادات تشریعی. 6 قسم عبادت است. او میگه که مثلا عبادت تنها در قلب است. آیا حجاب مربوط قلب است؟ نیت مربوط قلب است، اخلاص مربوط قلب است، خوف و رجایی مربوط قلب است. اما بدن هم چی داره؟ عبادت های خود داره. دشمنای اسلام همیشه مثلا چی میگن؟ فریب میدن از طریق فریب که لباس مربوط قلب است. اگه قلبت پاک بود خدا برهنه بکن، اگر برهنه کرد چی کرد؟ امو فسادی که اینا میخواین امو میشه. از این خاطر الله متعال بر ما میگه که اولین برنامه ابلیس چی بود؟ تا ای که اینا را شرمگاهشان برهنه بسازن. خب آل به خاطر پلان خود برای برنامه خود چی کرد؟ وسوسه کرد. و آل برای خاطر ازی و قال و آمد برای چی گفت ای وسوسه خود؟ دی تبلیغات خود چی میگه؟ تبلیغات خود و قال ما نهاکما ربکم عن هذه الشجره، گفت رب شما را منع کرده از این درخت. فکر جنگ فکری همین قسم است. حالا به لباس چی آمد؟ به لباس دوست. اصلا که ما آمدیم ما اینجا میخوایم بر شما یک موضوع خوب بگوییم به منفعت شما هست. شما را از این درخت منع کرده به خاطر از اینکه شما ملائکه نشین. اگر از این میوه بخوری شما آدم و حوا ملائکه را میبینن که چقدر مخلوقات پاک و با تقوا و با ایمان و تمام صفات عالی دارد ملائکه. عالی میخواه آدم و حوا را میگه که اصلا این میوه برازی هست که شما ملائکه نشین، میخواه مثل ملائکه شوید. و دیگه شما شاید یک روز از این جنت بیرون شوین، از این میوه که بخورین همیشه در جنت میمونین. پس این دو موضوع را مطرح میکنه. این جنگ فکری هست. میخواین مثل ملائکه رو باشین؟ من دوست شما هستم. حالا ابلیس آمده وسوسه در لباس دوست وسوسه میکنه. دو نقطه هست من براتان بگم متوجه باشین. چرا از اون درخت شما منع شدین؟ دو علت داره. علتش چی است؟ یکی چیز که شما اگر از این میوه بخورین به ملائکه تبدیل میشین. ملائکه رو میبینید چه صفات داره، یعنی تو مثل ملائکه میشین. دومی که در جنت بر همیش باقی میمانین. از این میوه که هر کس بخوره بر همیش در جنت میمانه. آدم و حوا با این جنگ فکری از اینا، آل این شیطان با این جنگ فکری خود از چی استفاده میکنه؟ الله متعال اینم بیان میکنه و قاسمهما، الفاظ بسیار شیرین و الفاظ بسیار جالبی برات میگه. یعنی حتی قسم یاد میکنه که تو فکر میکنی که والا این قسم میخوره که دروغ نمیگه. بسیاری وقتا اگه اونجا که برین اگه تکای سودا دارم میخورم نفر دکاندار قسم میخوره تو میگه خلاص اگه سایکو مسلمان است قواریش سایکو لباسش سایکو یکی با این قواری خود که چی میکنه دیگه دروغ نمیگه راست میگه. و قاسمهما و قسم خورد بر اردوی از اینا اینی لکما لمن الناصحین، محض جمله نصیحتگرا هستم. میبینید جنگ فکری نه؟ در جنگ فکری دشمن در لباس چی میه؟ در لباس خیرخواه میه. آل ابلیس قسم میخوره که من خیرخواه هستم، نصیحت میکنم، من دشمن شما نیستم. قبل برای الله متعال چی گفت اونجا؟ که من میخوایم که اینا را گمراه بکنم و اینا را راه مستقیم اینا را منحرف بسازم. اونجا این قسم گفت. آل در مرحله جنگ فکری چی میگه؟ در مرحله جنگ اونجا جنگ خدا اعلان کرد که من اینطور میجنگم با آدم و حوا، لیکن اینجا از خباثت خود با جنگ فکری آمد با الفاظ شیرین. از این خاطر همیشه فکرتان باشه که کسایی که دشمنایی که جنگ فکری میکنن از طریق میدیا، از طریق رسانه ها، از طریق تیک تاک، از طریق مثلا یوتیوب، از طریق فیلم، از طریق سریال، از طریق سینما، از طریق مؤسسات خیریه، از طریق پوانتون ها
از طریق مکتب، مدرسه، از طریق شفاخانه، دوا، اینی وسایل استعمال میکنن و تبلیغات، بسیار زیاد تبلیغات. حالا اینجا ابلیس تبلیغات شروع میکنن. در تبلیغاتش چی میکنن؟ قسم یاد میکنن که ما بر شما نصیحت کننده هستم. من این گپا که میزنم، ما براتون نصیحت میکنم، اما قسم میخورم که ما براتون نصیحت میکنم. خب آدم و حوا از جنگ فکری خبر ندارن و وقتی که از جنگ فکری دشمن خبر نداشته باشی تو را پایت میلغزانه. اگر دشمن را شناختی باید دشمن سلاحش، مهماتش، جنگ مسلحش، جنگ فکریش، وسایل جنگیش، برنامه‌هایش، زنایش، دخترایش، طفلایش، ریش سفیدا و پیرایش، کل از اینا را سگ علمایش، کل از اینا را مطالعه بکنی که اونا چند فیصد در جنگ نقش دارن. چند فیصد اینا در جنگ نقش دارن و بازباد از اون میتاری با درک و فهم باز میفهمی که این زن امروز، این زن روس، این زن یهودی صهیونیست، این زن امریکایی و این زن انگلیس، این زن مثل او زنهای سابقی که حتی نوشتن و خواندن هم یاد نداشت نیست. آل زنهای است که راکت میسازن، حتی همی درون میگن، یعنی تیارای بی پیلوت میگن. یک خانم ساخته بود و کشف کرده بود، گفته بود بیا یک کس همراه ازی مقابله بکنه. والله اعلم، برای من کسی گفت دیگه من دقیق چی ندارم و این خاطر کل زیر باید انسان درک بکنه و بفهمه که نقش کی در کجا هست. و اسلام وقتی که میگه که اینی حکم است، این حکم بالای کی تطبیق میشه؟ بالای هر کس تطبیق میشه؟ یعنی استثناءات و چیزهای از این داره. کدام پیر، کدام ریش سفید، کدام ریش سفیدی که رهبریت جنگ به دوش از پیر است 80 ساله هست. بسیاری رئیس جمهورها 75 ساله 80 ساله هست. خلاص دیگه این رئیس جمهور هیچ نقش نداره، کل دنیا رو خودی تباه میکنه. امیال شما سن چیز مطالعه بکنین، جو بایدن چند ساله هست و راکت ها و سلاح و مهمات و توپ و کشتی های جنگی به امضای کی روان میشن؟ اشرف غنی یک وقت میگفت من 3 نسل میخوایم بکشم تا که در اینجا جمهوریت و نظام خود تطبیق بکنم. که یک خبرنگار میگه 3 جنریشن، 3 نسل میخوایم از بین ببریم. و اشرف غنی شخصا بر خود ما در پانتون کابل مقطعی استاد بود، یه طاغوت رئیس پانتون بود. خود شخصا بر ما گفت من 8% میره دارم، این میره که خود داره، لکن باید این میره خود امضا میکنه. هر امضا که مثلا در طیاره فلانی جای بمبار بکنه و هزاران نفر دستش به خون هزاران نفر تر است. بسته قریار توسط امضای ازی چی میشه؟ توسط امضای ازی نابود میشه، قریه های بزرگ بمبارد ها میشه. پس انسان باید عقیده خود و فکر خود از قرآن و سنت بگیره، در غیر از او تو لغزش میکنه که بالاخره همه چیز از دستش میره. اینال الله متعال میگه فدلاهما بغرور و مفسر میگن پس آرام آنان را با مکر و فریب نزدیک نمود. ببینید جنگ فکری فدلاهما بغرور چی مانا؟ یعنی که اردوی از اینا را به میوه دلالت کرد، راهنمایی کرد به چی؟ به چال، به فریب، به وسوسه، اما آستا تا که قناعت از اینا داشته. برین بخورین، من قسم میخورم به منفعت تان است. میبینی که یک وقت ملائکه وارد میشن، میبینی یک وقت به جنت دائمی میمانی، میبینی خوبی ها را. فلما ذاق الشجره، وقتی که آدم و حوا از این درخت ممنوعه خوردن، امی اولین کاری که کردن در لغزش اولی، بدت لهما سوآتهما، لباسهای جنتی خطا خورد، شرمگاه های خود دیدن. سوء چی نمیگن؟ شرمگاه هایشان برشان آشکار شد.
و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه. حال به خاطر ازی چه قسم خدا بپوشانن، لباس جنت افتاد، برهنه شدن. ببین پلان دشمن چه قسم پلان داشت، چه کار کرد. اینا حال دویده حال حیا دارن، مؤمن هستن، مسلمان هستن، با ایمان هستن، شرم دارن، فورا از برگهای درختهای جنت برگها رو میگیرن، عورت خدا فوت میکنن. و ناداهما ربهما، الله متعال صدایشان میکنه که علم انحکما عن تلکما الشجره، شما را من نهی نکرده بودم از این درخت. و اقول لکما، و ایران بر شما نگفته بودم که این الشیطان لکما عدو مبین، شیطان دشمن آشکارایتان است. هم نهیت کردم، هم برای دشمنت معرفی کردم که این ابلیس که است، این شیطان که است، این دشمن آشکار شما هست. احتیاط کنین که براتون پلان جور میکنه، هر قسمی که خواسته باشه، شما رو منحرف میخوای بسازه، شما رو لغزش بده. خب آدم هم فهمید و بیبی هوا هم فهمید که جنگ فکری شیطان، وسوسه ها، قسم دروغ، نه ملائکه شدن است، نه باقی ماندن در جنت است، بلکه ما بسیار خساری بزرگ کرد. حالا اینجا یک درس دیگه فکری برای ما و شما میده از نگاه فکر عقیده، که شیطان هم لغزش کرد و آدم و حوا هم لغزش کردن. حالا فرق بین ابلیس و بین آدم و حوا، بین اهل توحید و دشمنای توحید، صفتشان چی فرق میکنه؟ دشمن توحید وقتی گناه میکنه، غلطی میکنه، اشتباه میکنه، از اشتباه خود، از غلطی خود، از گناه خود، از جرم خود دفاع میکنه و بر خود راه پیدا میکنه که من اشتباه نیست، من حق هستم. اما اهل توحید که هستن، وقت از پیشان لغزش میشن، مجرد که فهمید توبه میکنه، استغفار میکنه، رجوع میکنه و به اشتباه خود و به لغزش خود اعتراف میکنه. آدم و حوا اعتراف میکنن و قالا گفته ربنا ای رب ما ظلمنا انفسنا، ما هر دو ظلم کردیم بالای نفس خود، و این لم تغفر لنا، اگر تو ما را مغفرت نکنی و ترحمنا و بالای ما رحم نکنی، نکنن من الخاسرین، باز جمله خساره کننده میشه. اهل حق در لغزش چی میکنن؟ ربنا، یا الله تو رب ما هستی، خلق کننده ما هستی، ما اشتباه کردیم، ظلمنا انفسنا، بالای نفس خود ظلم کردیم، گپ دشمن شنیدیم، تحت تاثیر برنامه های فکری دشمن رفتیم، وسوسه ها و قسم های دروغین دشمن باور کردیم، فکر کردیم که نصیحتگر است، ما را بازی داد، فریب داد، و تحت فریب و مکر و چال برنامه ازی از پیش ما ایش کار شد، ظلم شد کردیم سر نفس خود. و لم تغفر لنا، یا الله ما را مغفرت نکنی، تو غفور و رحیم است، ترحم و رحم برای ما نکنی، تو رحمان و رحیم هستی، باز ما از جمله خساره کننده ها میشیم. قال دیگه چی میشن؟ شروع میشن آدم علیه السلام و بیبی حوا آل فامیدن، دشمن شناختن، برنامه فکری دشمن شناختن، نتیجه تحت تاثیر رفتن برنامه های فکری دشمن فامیدن، راه نجات و مغفرت و گپا را هم از الله یاد گرفتن، فامیدن. آیت دیگه میگه فتلقى آدم من ربه کلمات آدم علیه السلام از کجا یاد گرفت؟ الله برش تعلیم داد که این کلمات راه نجات تو هست، یعنی دعای تو هست، مغفرت تو هست. حال فهمیدن دشمن، برنامه دشمن، پلان دشمن، وسایل و راههای گمراهی دشمن
پس آل درگیری بین حق و باطل در کجا باید شروع شد؟ در زمین. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الله متعال میگه شما برید، بعض شما بر بعض دیگه تان دشمن هستید. چرا همیشه حق دشمن باطل است. اهل حق همیشه دشمن اهل باطل است و اهل باطل همیشه بر دشمنی با اهل حق کمر خود بسته کردن. مثل که ابلیس در اول اعلان کرد و گفت ولکم فی الارض مستقر، جای شما استقرارتان در زمین است. محل امتحان، محل تطبیق نظام الله و مقابله با دشمنای الله کلش در زمین میشه. استقرار اینجا هست و متاع الی حین و یک متاع تا یک مدت معین هست. تا یک مدت معین ای بر شما چی است؟ تا یک مدت معین در این زمین شما می باشین. قال فیها تحیون. الله متعال گفت که در بین امی زمین شما، در امی زمین چی میشین؟ خب ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. قال فیها تحیون و فیها تموتون. در اینجا زنده می باشین و در اینجا می میرین. و منها تخرجون و از امی بیرون میشین. مثل که در چی میگه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. اینال در اینجا زندگی میکنین، در اینجا میمورین و بعد از زمین دوباره شما بیرون میشین. آل وسائل نجات از شر اهل باطل چی هست؟ الله متعال میگه که یا بنی آدم، ای اولاد آدم علیه السلام، قد انزلنا علیکم لباسا، بالای شما بر شما لباس نازل شده، برای ستر و برای حجاب، یواری سوآتکم که شرمگاه شما را، شرمگاه های شما را می پوشاند، واریشن و بر شما زینت میده، و لباس التقوی ذلک خیر، و لباس تقوی بهترین لباس است. ذلك من آیات الله، ای از آیات الله هست، لعلهم یذکرون، شاید که نه ایده ذکر بکنه. در مطلب دوم در آیت 27 سوره اعراف رسیدیم. مطلب دوم شروع میشه در آیت 27.